سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میتونم با آقای انصاری صحبت کنم؟ دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. اسماعیل هستم از دوشنبه. آقای اسماعیل بفرمایید برادر عزیز. میخواهیم بگویم که برادر عزیز شما را به خاطر الله دوست می‌داریم. الله متعال شما را دوست بداره به برادر عزیز. خاطر الله سیدنا عمر را دوست می‌داریم، پیامبر علیه السلام را، و بعد می‌بینیم به خاطر الله پوتین و خامنه‌ای را. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. برادر عزیز اگر شما اجازه دهید به من در مسئله چگونه کشته شدن حاجی علی نظرزاده و چگونه کشته شدن برادرانش صحبت کنم، اگر بدونم که موضوع برنامه نیست. بفرمایید، منتها خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید. بله برادر جان، روزی که حاجی علی نظرزاده فرار کرد به سوی کوهستان را، به سوی کوهستان رامید، یک برادرش به اسم حیات، میرزا حیات اومده بود، خود تسلیم شده بود و یعنی به حکومت تاجیکستان، زنده و سلامت. و یک برادر دیگرش و البته برادر بزرگی حاجی حلیم، حاجی کریم، اونم با دعوت یعنی که عدل رفته بود و پلیسگاه. بله. خودش رفته خودش تسلیم کرده بود و یک برادرش هم از خونه‌ش هم برده بودن به اسم رحیم. درست. و روزی که حاجی حلیم با کشتن این ظالما، این حکومت خونخوار که ما به خاطر الله اینها رو بد می‌بینیم، اونها رو بردن کشتن و اونجا اونها در نوار گرفتن و به خانواده‌اش گفتن که ما اینها را برده بودیم که با حاجی حلیم یعنی که مذاکره بکنن، در روسیه میشه پیگروار. اونجا گفته که حاجی حلیم اینها را کشته، در حالی که اینها را زنده و سلامت با دست خودشان با پای خودشان رفته بودن و این پلیسگاه را کشتن. این خدا میخوایم گفتن که مردم تاجیکستان باید به خاطر الله اینها را بد بینن. این ظالم ها ببین و اینها رحم نکردن، و برادرای اینها رحم نکردن، اینها را کشتن اینها را. تشکر از شما برادر عزیز آقای اسماعیل. الله از شما راضی شود برادر، از این برنامه خوب شما الله راضی شود. آمین. خداوند شما را از همه فتنه های زمینی و آسمانی حفظ کنه. آمین. و دوست عزیز برادر عزیز شما خودتون احتیاط کنید که مریض نشید. ما شما را به خاطر الله دوست می‌داریم. سلامت باشید. تشکر از شما. دور نشید شما برادر جان. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.